خب دوستان، ما قسمت اول دوره افلیت مارکتینگ در خدمتتون هستم. توی این ویدیو سعی میکنم مفهوم کلی افلیت مارکتینگ رو در قالب چند تا مثال براتون بیان کنم. افلیت مارکتینگ یا همکاری در فروش یعنی شما با استفاده از یک لینک برای یک بیزینس دیگه مشتری ببرید و اگر فروشی اتفاق بیفته از طریق اون لینک یه درصدی در قالب کارمزد یا پورسانت اون بیزینس به شما پرداخت میکنه. بخوام با یه مثال خدمتون بگم، یه محصولی توی دیجیکالا یا آمازون برای فروش گذاشته شده. همون سایت بعد از اینکه شما رو احراز کرد که شما فروشنده هستین، مثلا توی دسته محصولی خاص، به خاطر حالا پیج اینستایی که دارین یا سایتی که دارین، میاد یه لینکی در اختیار شما قرار میده که خریدار میاد و از طریق اون لینک و از طریق لینک شما اقدام به خرید میکنه. اینجا فروشنده که اون سایت باشه میاد مثلا 5% از قیمت فروش اون محصول رو در قالب کمیسیون یا پورسانت به شما پرداخت میکنه. پس شما هر جای دنیا که باشید و مشتری داشته باشید توی فضای آنلاین، میتونید هر سرویس یا هر محصولی رو در این قالب و از طریق این سیستم به فروش برسونید. البته دیجیکالا مثال خیلی خوبی نبود، چون 2 سال پیش سیستم همکاری در فروشش رو راه اندازی کرد ولی بعد 1 سال به دلایل نامعلومی حذفش کرد. اما خیلی از سایت ها از جمله آمازون سالاست که روی این سیستم دارن کار میکنن و فروش‌های خیلی بزرگی از این طریق داره اتفاق میفته. اینو هم بدونید که سیستم افلیت مارکتینگ فقط برای فروش محصول نیست. توی سطح دنیا به شکل خیلی گسترده‌ای از این سیستم قدرتمند برای فروش خدمات هم داره استفاده میشه. خدمات بیمه‌ای، خدمات بازارهای مالی، خدمات هاستینگ، حالا کلی بیزنس دیگه که از این سیستم استفاده میکنن. و من توی این دوره و ویدیوهای بعدی سعی میکنم همه اینا رو براتون باز کنم.